اگر از این قضیه چشم بپوشیم برادران گرامی، نه مردی میماند، نه ناموس میماند، نه وجدان میماند، نه هیچ گویم پرینسیپ های انسانی دیگر. چرا؟ چون این مرد میدونست که این برادر عزیز ما میدونست که عاقبت کار چی است، اما به اصطلاح سله در سر بست خود در سیمخوار زد. به خاطر چی؟ به خاطر ما و شما. مهم این که باید جان شد در برابر برادرای مهاجری تاجیک فدا کرد. اگر ما امروز حداقل تیار نباشیم که در برابر اون دفاع کنیم، صدا بلند کنیم، سفارت بازانو بشینونیم، تاجیکستان بازانو بشینونیم این دولتدارا را، باور کنین دیگر هیچ میارزد که دیگر نه مرد خدا بگیم، نه مسلمان بگیم، نه انسان بگیم. نه مردی میموند، نه ناموس میموند، نه وجدان میموند. انشاءالله نمیگذاریم که تاجیک در هیچ جای دنیا گرسنه و تشنه ماند. سلامت باشه برادران، سلامت باشه. ما در خدمت هم دعا کنیم، برای بچه ها برادران دعا کنیم انشاءالله. خدا نگهبانتون باشه انشاءالله. بچه ها میوگی است، میوگی هم تقسیم کنیم. ما و شما برادران در همه حالت لازمیم. اگر این حالت نباشد ما و شما چی لازمیم؟ همه حالت باید لازم باشیم که دست همدیگر را بگیریم، باید که در مشکلی همدیگر همراه باشیم. این برادرایی که میبینید اینو علاقه 2-3 شب شد، من همین برادرها 2-3 روز شد همین جا، یعنی در خدمت مردم هم. من همین برادرایی که شما میبینید 2-3 روز شد سلام. باید ما این مسئولیت ماست، ما باید یک کار کنیم. آنها مسئولیت داشتن کردن، این روز در پستی زدن و این روز مسئولیت ماست که آنها را ما نجات دهیم. ما میتوانیم. هر یک شخصیتی هست. من هم پیش از این ویدیو کردن میگفتم که با گفته ما چی میشود، هیچ چیز ریشت نمیشود، اما من خطا میکردم. همین خطا را وقت ما باید همه گپ زنیم، نه اینکه یک برادر مسلمانی ما گپ زنند و ما خب کنیم. ما هم باید گپ زنیم. برای همین برادرها الله همه شما را نگهبان باشد. نترسید، گپ زنید. امروز و فردای ملت در دست ماست، نه در دست رحمان و نه دست دیگر کس. در دست ماست. ما باید کار کنیم. برادر عزت امان تنها نیست، ما با اویم برادرها. وقتش رسیده است از عادی‌ترین صدا میترسن. حداقل کاری که میتونیم یا از انتقال و جلوگیری کنیم در ایرپورت. اگر این میسر نشد، دومین قدم این است که نزد سفارت ها بگذار در هر شهری شود. فقط خواهش برادرای مرکزی تاجیکان یک نفرتون خیزین در اینترنت اعلان کنید که فلان ساعت فلان وقت. دیگه اگر شما حتی نتونینم، دیگه مردم تاجیک ان شاء الله که حداقل هستن برادرای غیوری که کار میکنن. اینجا ما در دیگر شهر دمشق نیستیم، برادرها الحمدلله خیلیش تیارن. قدم اول شما اعلان کنیم، به خاطر که اینجا اعلان شما ضرورت دارد. یک نفر مسئولیت بر عهده بگیرد، یعنی فقط اعلان کردن. دیگر ان شاء الله همه خواهیم ایستاد و عادی ترین وقت، یعنی خیلی وقتی کم ده میشه که شهردین گدای فراها کردن ان شاء الله اینها بازانو میزنن. خواهش میکنم در قضیه بی‌طرف نباشید. مردمی ما همینن، شیر نر، نمیدونم تو یک تایی تو دو تایی، ما از پشت تو هستیم، ما همراه تو هستیم، ولی وقتی که مشکل ایجاد شد دیگر در پهلو طرف نگاه میکنی که یگان پلنگی نیست، یگان شغال نیست، هیچ کس دیگه ماندگی نیست. بنابراین وقتی که مشکل برای سر یکی کرامت آمد، ما هیچ کس ندیدیم. این مرد در خدمت ملت بود و می شود گفت عمر خدا و جان خدا برای خدمت این ملت سپری کرد.